از آب میشه کره گرفت. چطور؟ با خلاقیت. همونطوری که آقای دان روزگارد سال 2015 پروژه سماگ فری تاور رو توی روتردام شکل داد. یه تصفیه کننده 7 متری هوا که با استفاده از فناوری یونیزاسیون مثبت هوا رو از ذرات آلاینده معلق پاکسازی میکنه. توی هر یه ساعت میتونه با 30,000 متر مکعب مکش و تصفیه هوا توی فضای اطرافش یه هوای پاک ایجاد بکنه. یعنی بعد 1.5 روز فعالیتش میتونه یه فضای اندازه یه استادیوم فوتبال رو واسه ما پاکسازی بکنه. انرژی مصرفی این برج تقریبا اندازه برقیه که یک اتری خونگی مصرف میکنه. اما جذاب‌ترین بخش ایده اونجایی که میاد از آب کره میگیره. یعنی کربن آلاینده‌های هوا رو به جواهر تبدیل میکنه. هر قطعه جواهر معادل 1000 متر مکعب آلودگی هوای تصفیه شده است. و باحال‌ترش هم اینه که این جواهرات به فروش میرسن تا هزینه ساخت برج‌های بعدی تامین بشه. الان این برج تصفیه هوا توی شهرهای پکن، سئول، روتردام، مکزیکو سیتی و همین سال 2024 توی ابوظبی نصب شده. حالا به نظر شما یه همچین ایده‌ای، یه همچین برج تصفیه هوایی برای تهران که همین 21 آذر آلوده‌ترین شهر دنیا بود میتونه مفید باشه؟ به این فکر بکنید که ممکنه ایده‌ای که شما میدید شاید کارایی ریشه‌کنی یک مشکل اساسی رو نداشته باشه، اما برای ایجاد یک مسیر تا ریشه‌کن شدن اون مشکل با یک همچین نمادی الهام بخش بشه تا آدما متوجه بشن که چرا باید آلودگی هوا رو تحمل بکنن. واقعا ما چرا باید آلودگی هوا رو تحمل بکنیم؟ چرا مثلا باید نادیدش بگیریم؟ توی یه سری تحقیقات در واقع توی مقاله میگن که توی آلودگی هوا ما 26% احمق‌تریم. خیلی نکته مهمیه. دم شما گرم.